شام شما رو بخیر میگویم بیننده های نشر دهمین برنامه کامنت شو. من باز نعمت سلیم زاده امشب نیز با شما هستم. دوستان ببینید که 10 برنامه است که من مهمان شما هستم. هدف اساسی تهیه و پیشنهاد برنامه ما این البته فراغت و آگاهی شما از حوادث و رویداد محیط شو بیزنس است. در صفحه اینستاگرام و فیسبوک به طور ریلز و در یوتیوب شکل پوره برنامه ما رو دیده می توانید. از لایک و کامنت های شما معلوم است که برنامه ما رو خوش قبول دارید، ولی در این میان هستند افرادی که برنامه ما رو چندان قبول نکردن. هیچ گپ نه، بگذار هر کس انتخاب خود را داشته باشد، ولی این تنها اول راه ما است و شما رو باور میکنیم که برنامه خود را قدم به قدم بهتر کرده ایستادیم. دستگیری شما البته برای ما نیروی تازه میبخشد. اگر شما برنامه‌های پیشتر ما رو مشاهده کنید، من در اکثر حالت بینندگان رو دوستان گفته خطاب میکنم. با فکرم این برای من یک عادت است و باور دارم که همه ما نیز چنین یک عادتی را داریم. اینجا گپ سر عادت ها نمی رود. من اصلا موضوع دوستی رو میخواهم با شما به میان گذارم، زیرا اگر سرودهای تازه ایجاد سرایندگان ما رو ببینید، تا 1 یا 2 سال اخیر قریب اکثرشان رو آوردن به موضوع دوستی و برادری. 1 سال پیش رستم عظیمی یک نماهنگ خوب و جذاب رو با نام دوستان پیشکش کرد که در آن قصه دوره‌های جوانی چند تن آورده شده است. نماهنگ ما را به دوره‌های جوانی پدرانمان میبرد. 1 ماه پیش باشد از طرف برکت میدیا نماهنگ دلیر کوتوزوف با نام ای جورها رونمایی گردید. راستی این گونه موسیقی را من پیشتر از این هم شنیده بودم. در این سرود باشد دلیر کوتوزوف میگوید در وصف دوست حرف زدن نگنجد و در میان دوستان باشد دشمن نگنجد. اما با فرق از دلیل سراینده دیگر امیرجان روزیف سرود اه جوره ها رو با کمی تغییرات در آهنگ و متن پیشنهاد کرده است. امیرجان از دوستان خود شکوه نموده است که از پشت او را به جای رحمت غیبت و تهمت میکنند. باید بگویم که تا چند وقت در سگمنت تاجیکی ریلز های اینستاگرام این سرود ترند شده بود. روز و شب پسم میکند غیبت، خداوند میبیند این همه تهمت، هرچی کردم این است بجای رحمت، اه جوره های جوره ها. هفته های گذشته باشد غالب جان یوسفوف سرودی نوی را رونمایی کرد. این سرود نیز به دوستان بخشیده شده است. آهنگ و نماهنگ سرود با سبک و اسلوب سالهای 80 عصر گذشته موافقت میکند. برای همین من آهنگ سرود را با سرودهای سراینده ازبک همدم صابیروف که اصلا سرودهای آن سالها را میخواند سخت مانند کردم. غالب جان در سرود زندگیش را قربان دوستان کرده است، لیکن سوال گذاشته است که چرا دیدار هم دیر میرویم. برای شخصا من بهترین دوست برادر من است، زیرا امید دارم که بدون کدام منفعت میتواند حتی جانش را برای ما دریغ ندارد. صبحالدین رجبزاد و قطبالدین برادرش از رونمایی سرود نوشان با نام برادر خبر دادند. در سرود آنها نیز میگویند در همه شاد و غم جهان برادر دست هم گیریم. شخصا من به هر یک از این سرودها بهای بلند میدهم، زیرا همشون با سبک اسلوب خود میتوانند به تماشابینان خود پسند بیاید. لیکن اگر برای من باشد سرود برادر از لایق بازار به نهایت پسند آمده است. حتی این سرود در پلیلیست سرودهای من جای دارد.